یعنی کسی که نادختر است و گناهش اگر توبه کرده باشد عیبش گفته شوهر من نادختر هستم من زیناکار بودم گفته عیبش رو بیان کنم نه از زیناکار دیگر است میگیرد بود. دخترها пешаи туи шармгоҳашона мисоли гап медӯзанд ба сумои калон. ҳукми ҳамёи нигоҳи ислом чиye устод? عمل طبیب‌ها حرام است. این عمل نادرست است برای اینکه این غش است، این فریب است، این یاری به گناه است. و برای طبیب‌ها از الله تعالی ترسید. رزقی که از همین حساب می‌یابید حرام است. و فرزنداتون حرام را می‌خورانید. خیانت به اسلام و مسلمان‌ها است. و این چنین زنی که این کار را کرده است این خیانت به شوهر است، خیانت به الله است و این نادرست است و این پول‌هایی که دادید و گرفتید روز قیامت پرسیده میشه من عین اکتسبه و فیما انفقه این پول از کجا یافتید به کجا صرف کردید اینا جوابگری دارد همش. و کسی که نعوذ بالله به این حالت گرفتار شده باشد شاد و روشن عیب خود را بیان کرده شوهر کن من نادختر هستم من زیناکار بودم گفته عیبش رو بیان کنم بعد شوهر کنند. کسی خواهد گیرد کسی نخواهد نگیرد. الله تعالی کسی را ترک نمی‌کند از زیناکار دیگر هست میگیرد با تو. برای می فریب نکنید تا برای آنکه در نزد ما حادثه های بسیار است شکایت های بسیار است در بالای جنگ و جدال زنگ میزنند روزهای توی زنگ زدگی هستند که چیکار کنیم